درود و مهر خدمت همه شما عزیزان. با هوروسکوپ ماه نو 13 نوامبر در نشان عقرب در 2023 در خدمتون هستم. ما ماه نو رو با انرژی آغاز کردیم که عقرب برای هر کدوممون یک درس عبرتی رو برامون داشت. این ماه نو به خاطر تقابلش با مارس و اورانوس باعث شد که آشفتگی‌های درونی ما، خشم درونی ما و خشونت درونی ما که سالها بود اونها رو پنهان کرده بودیم دوباره نمایان شد و خیلی ها از این شب خاطرات بدی به یاد دارن. خیلی ها ممکنه زمین رو ترک کرده باشن و خیلی ها این تجربه رو داشتن که براشون این احساس تداعی شد که نکنه زمان رفتنم رسیده و همه اعلام کردن که من هنوز در زمین خیلی کارها دارم و باید به کارهای عقب افتاده خودم برسم. با نظرسنجی که از شما داشتم همتون با نظر من موافق بودین که این احساس رو در شب ماه نو و یا 3 شب قبل از 13 نوامبر تجربهش کردین. به خاطر تقابل مارس و اورانوس که در کنار خورشید داشتیم و در کنار ماه و الهه سرس که الهه برکت هست در کنار مارس قرار گرفته، یک هرج و مرج و آشفتگی و بی‌نظمی هم ما در محیط زندگیمون و جامعهمون و کشوری که زندگی میکنیم هم ممکنه که به وجود بیاد. ممکنه آشوب بشه، ممکنه یه سری به هم ریختگی ها به وجود بیاد، یه سری تغییراتی که باور کردنش برامون سخته. اورانوس خدای تغییر تحولات هست و وقتی که در تقابل با مارس قرار میگیره، مارس اون انرژی و اون سربازی هستش که میزنه و حالا یک کاری رو اگه زاویه خوبی داشته باشه مثبت میشه، اگه منفی باشه میزنه داغون میکنه همه چیزو. پس ممکنه یه سری خبرها و اخبارهایی به گوشتون برسه که شوک برانگیز باشه، در مورد تغییرات هست. ممکنه بحران غذایی داشته باشیم به خاطر اینکه سرس الهه برکت هست و چون زاویه خوبی در کنار خورشید و ماه و مارس نداره و در نشان عقرب هست، ممکنه گرانی محصولات غذایی رو به همراه داشته باشیم. گرانی بحران‌های انرژیکی هم داریم. ممکنه که افزایش قیمت نفت رو داشته باشیم. ممکنه یک انرژی استرس‌زا در مقابل با موقعیتی که تو عقرب به وجود اومده، افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت طلا، همه اینها هست. در مورد اینها سوالاتی هستش که از من پرسیده شده و من تصمیم گرفتم که به صورت تیتروار و یا نکته‌ای بهش اشاره کنم. در مورد فعالیت‌های زلزله از من سوال کردید. ببینید در ماه نو، در حوالی روزهای ماه نو، به خاطر اینکه اورانوس در نقطه پایین خودش مستقره، افزایش انرژی های زلزله های یهویی هست. اورانوس خدای زلزله هست، اما این بیشتر تو قسمت هایی مشاهده میشه که دریا وجود داره، ساحلی هست و روی خطوط گسلی بیشتر دیده میشه. مناطق ساحلی ممکنه طوفان، گردباد و از این دسته موارد بیاد، نه به اون صورت زلزله‌ای که واقعا زلزله های خطرناک باشه، نه، بیشتر ممکنه مشکلات دریایی باشه و اختلال تو کشتی ها، اختلال تو رفت آمد ها. حالا مناطق جنوبی، مناطق ساحلی، مناطق شمالی، قبرس، حتی دریای مدیترانه بیشتر. حالا کسایی که در ترکیه ساکن هستن تو بخش ساحلی مراقب باشین، کمتر در این ماه رفت آمد داشته باشید. تغییر تحولات سیاسی هم ممکنه که باشه، به خاطر اینکه زلزله همون تغییرات اساسی هم در چارت تعبیر میشه و تغییرات سیاسی رو بله خواهیم داشت در این ماه نو به خاطر همون اورانوس و پیوندی که با خورشید داره. احتمال پیامدهای سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی به وجود میاد. در مورد قیمت ها،
ماه نو با ستاره شمالی پیوند خورده که نماد کنترل و قیمت و گرانی هست. حالا ما به اصطلاح اجتماعی اینها رو میگیم که متوجه بشیم، من اصطلاحاتش رو به کار نمیبرم و ممکنه خیلی افزایش داشته باشیم. قدرت ها، کسانی که در رأس قدرت هستن ممکنه که سختگیرانه تر باشن و در هر صورت این چیزی هستش که وجود داره و نمیشه کتمانش کرد. در مورد موارد حقوق بشری، به خاطر اینکه یک ستاره ثابت در این ماه نو عذرخواهی میکنم خودش رو نشون میده تو کشتیرانی ها، طوفان ها، خطوط هوایی، ممکن آتش سوزی ها، فوران آتش فشان، بیماری ها و همه مواردی که تو پوسته آلوده زمین قرار گرفته ممکنه که مادر زمین بخواد خودش رو بازسازی کنه و تمیز کنه، همونطور که ماها هممون در پروسه بازسازی و پاکسازی قرار گرفتیم. اگر یادتون باشه من مرداد ماه یک پستی رو گذاشتم و گفتم که فرصت داریم تا آبان که این پاکسازی ها رو انجام بدیم. حتی به خاطر این موضوع من ورکشاپ پاکسازی رو دایر کردم و حتی در مورد کسانی که در کمپ ترک اعتیاد بودن گفتم اگر تصمیم داشته باشن واقعا به ترک اعتیاد این پروسه براشون اوکی میشه، اما اگر دوباره تصمیم به همون زندگی داشته باشن زمین رو ترک میکنن. و از اون تایم که من این موضوع رو اعلام کردم تا به امروز به شخص خودم خبرهایی رو به گوشم رسیده، حتی از اطرافیانی که میشناختم که این اتفاقا واقعا افتاده. و چند روز پیش یکی از شما برام کلیپی رو فرستاده بود که یک کمپی در آمل متاسفانه دچار آتش سوزی شده بوده و هیچ کسی هم نرفته بود نجاتشون بده. شاید هممون بگیم که این چرا یه همچین اتفاق تلخی رقم خورد، اما بر اساس سیاره ها و بر اساس پیشگویی ها این اتفاق می افتاد. اگر اونها تصمیم به پاکسازی داشتن، اگر اونها تصمیم به ترک واقعی داشتن زودتر باید از اون منطقه خارج می شدن. در هر صورت یه سری از موارد واقعا دست بشر و انسان نیست و میفته، اون اتفاق میفته. مثل همین پروسه جنگی که الان اتفاق افتاده. ببینید من و شما نمیتونیم جلوی این جنگ رو بگیریم یا با ناراحت بودن، با خبرهای ناراحتی رو منتشر کردن نمیتونیم بگیم که ما جلوی جنگ رو میگیریم و هر کسی بر اساس پروسه‌ای که داره، بر اساس اون کارماهایی که داره مجبوراً در یک شرایطی قرار میگیره تا اون آلودگی از زمین پاک بشه. مادر زمین گایا زمانی که حد اون انرژی منفی زمین به درجه میرسه که قرار زمین نابود بشه یا قرار اتفاقهای بد دیگه بیفته، سعی میکنه اون نقطه رو حذف کنه. به حرفای من خوب دقت کنید. سعی میکنه اون نقطه رو حذف کنه یا اون دولتی که قرار اتفاقهای منفی در ادامه داشته باشه، پیامدهای منفی داشته باشه رو حتی میتونه از چرخه اون زندگی و اون حالا حتی نقشه جغرافیایی حذف کنه. تمام اینها هست و اینکه شما به دنبال اخبارها باشین که ببینید حالا الان چند نفر کشته شدن، چند نفر آسیب دیدن، واقعا هیچ تأثیر مثبتی روی شما نداره، که برعکس انرژی منفیه و شما در مسیر منفی قرار میگیرید. یه سری ها پرسیده بودن که در این مدت ما خوابهای دیدیم، ارتباط گرفتیم با دنیای مردگان. بله عزیزان، عقرب نشان اجدادی ما هست که زمین رو ترک کردن. اگر شما انرژیتون پایین باشه، انرژی مثبت این پروسه رو دریافت نمی کنید. کسانی که زمین رو ترک کردن اگر شما انرژیتون پایین باشه نمیتونن با شما ارتباط بگیرن. انرژی این افراد بسیار بالا هست، به ملکوت رفتن، در کنار خداوند هستن. حالا اونایی که آگاه نبودن تناسخ گرفتن، ولی اونهایی که آگاه بودن در ملکوت خداوند هستن و صاحب یه سری
مقام هایی شدن که با فکر زمینی ما اصلا سازگاری نداره و اگر اونها بخوان با شما تماس بگیرن مثل میمونه که خورشید نزدیک شما بشه، قطعا زنده نمیمونید و آسیب میبینید. پس این رو هم در نظر داشته باشین. و اینکه اگر شما در این پروسه بتونید خودتون رو آپدیت کنید، بتونید در پاکسازی ها شرکت کنید، خودتون رو وصل کنید به دنیای کائنات، میتونید با کسانی که زمین رو ترک کردن ارتباط بگیرید، ارتباط تلپاتی بگیرید، از طریق هیپنوتیزم باهاشون در ارتباط باشین، از طریق رویا باهاشون در ارتباط باشین. این امکان پذیر هست عزیزان. من خودم در ارتباط هستم باهاشون، اما یک فردی که تازه در مسیر آگاهی قرار گرفته نباید انتظار داشته باشه که بتونه خوابشون رو ببینه و یا ارتباط دیگه‌ای داشته باشه. پس اگر شما میخواید واقعا پیشرفت داشته باشین، رشد کنین و در این زندگی، در دنیایی که هستیم با آگاهی پیش برین، بهتره که در پروسه پاکسازی ها شرکت کنید. در مورد جسم و بدنهاتون یک اخطاری رو بدم. به خاطر اینکه خورشید در تقابل با اورانوس هست، ممکنه مشکلات و بحران‌های قلبی، سیستم گردش خون براتون به وجود بیاد، ممکنه خستگی زیاد، استرس، ناآرومی، اینها همه به صورت طبیعی هستش. بهتره که همونطور که گفتم ویتامین D3 استفاده کنید و از غذاهای تند و محرک دوری کنید، غذاهای سبک مصرف کنید، طبع خنک، غذاهایی که با طبع خنک هستن، نوشیدنی‌های با طبع خنک استفاده کنید تا براتون اوکی باشه. برای عمل جراحی در هفته اول بعد از خورشید گرفتگی تا پنجشنبه 16 نوامبر لطفاً این کار رو نکنید، زمان بسیار نامناسبیه. برای مراسمات و جشن‌ها، خواستگاری، حالا مناسبت‌های شاد، روز جمعه 17 نوامبر میتونه روز خوبی و مبارکی باشه برای این پروسه ها. برای کسانی که میخوان تغییرات داشته باشن، تغییر دکوراسیون ها و یا خرید، مسافرت، کارهای مهم تجاری، از چهارشنبه و پنجشنبه در هفته دوم، یعنی الان تاریخش رو جمعه 17 نوامبر هفته آیندهش میتونید که این پروسه رو داشته باشید و مراقب زیبایی های ظاهریتون و درونیتون باشین. فعلا برای کارهای زیبایی ظاهری اصلا زمان مناسبی نیست و صبور باشید. فعلا صبور باشید. حتی برای جراحی های دندون مناسب نیست. بهتره که بهمن ماه صورت بگیره. الان پروسه جراحی دندون و کارهایی که به جراحی ختم میشه، نه حالا یه دندون کشیدن، کارهایی که مربوط به جراحی هست انجام نشه براتون بهتره. و انرژی شفادهندگی از طریق چاکرای آژنا در زمین کاملا مشهوده. کسانی که متصل باشن حتی یک سردردهایی رو در این چند روزه ممکنه تجربه کرده باشین که تمامی این موارد اگر شما در پروسه درمان قرار گرفته باشید برای شما میتونه یک قدرت شفادهندگی بسیار بالایی رو براتون برمغان بیاره. امیدوارم که این پست در دسترس همه قرار بگیره، بتونید گوش کنید، ازش لذت ببرید. لطفاً در این آگاهی سهیم باشین، برای دوستانتون ارسال کنید و ممکنه یک نفر با گوش کردن همین پیشگویی ها جلوی خطرات بزرگتر تو زندگیش رو بگیره و بتونه اون رو به آگاهی و آرامش برسونه. عاشقتونم. در پناه خداوند باری تعالی باشید.